салом бинандагони азиз, ҳамсӯҳбати мо Рэнди Колстад, иҷрокунандаи раҳбари намояндагии Оҷонсии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ ё USAID дар Тоҷикистон ҳастанд. ҷаноби Рэнди, хушомадед ба студияи Радиои Озодӣ дар Душанбе. Thank you for having me today. саволи нахустини мо ин аст ки шумо ки ба тозагӣ иҷрокунандаи раҳбари намояндагии Оҷонсии USAID дар Тоҷикистон таъин шудед, аз корро аз чӣ шурӯъ кардед? We've started with a bang here in Tajikistan. فعالیت را از یک کار بزرگ آغاز کردیم. همگی 16 روز پیش توانستیم 1.5 میلیون وای واکسینه مدرن را برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان خیریه کنیم. هرچند واکسن ساعت 3 شب به دوشنبه رسید، خود همان روز وزارت تندرستی تاجیکستان به گذراندن این واکسن سر کرد که این برای ما تأثیر بخش بود. حالا این واکسن در کشور دسترس بوده، 650,000 نفر اولین وای مدرن را گرفتند. And more than 650,000 people have had the first shot of Moderna. تشکر. در دوره پاندemia آمریکا چی مقدار کمک‌ها به تاجیکستان کرد؟ Well, we've been able to give more than $9 million to help Tajikistan fight the coronavirus pandemic. حکومت آمریکا به تاجیکستان توانست در مبارزه با پاندمی کووید 19 بیش از 9 میلیون دلار جدا کند و آن به ما امکان داد که تجهیزات محافظت انفرادی، نقاب‌ها، خلط‌ها و امثال آنها را به بیمارخانه‌ها رسانیم. به تشخیص‌هایی که در معین کردن بیماران کووید 19 کار می‌کنند کمک کردیم که اکسیژن را تامین کنند و به طبیبان درباره چگونه بهتر استفاده نمودن اکسیژن برای معالجه معلومات دادیم. تشکر. چون سخن در مورد کمک‌ها رفت، می‌خواستم پرسم که USAID چی مکانیزم‌های نظارت بالای تقسیم کمک‌ها را دارد؟ آیا این کمک‌ها با همون افراد و نیازهایی که تعیین شدند رفته می‌رسند؟ USAID چند راهی را استفاده می‌کند تا کمک‌های ما به نیازمندان رسد. در مورد واکسینه ها مثلا پرزیدنت بایدن در همه جا واضح قید کرده است که این واکسینه ها بدون شرط گذاشتن تقسیم کرده می شوند. خرسندی آور است که وزارت تندرستی تاجیکستان برای ام کردن آدمان زود عمل کرده است. ما به متخصصان تکنیکی تکیه می کنیم که به آنها شرطنامه داریم تا به افراد نیازمند کمک رسانیم. همیشه تلاش می کنیم از روی نقشه های ملی که از جانب حکومت تاجیکستان مقرر شدن عمل کنیم و تقسیم واکسینه ها نیز از روی نقشه ملی صورت میگیرد. تشکر. وضع عمومی مبارزه با کووید 19 را در تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنید؟ از نظر شما شیوه‌های مبارزه، عموما وضع عمومی مبارزه علیه کووید 19 از نگاه شما چگونه ارزیابی میکنید؟ Well, Tajikistan, like every country, مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان به مثل دیگر کشورها یک مشکل بزرگ است. در تاجیکستان ساکنان باید به امکانی جلب کرده شوند و باید همه واکسینه های از جانب تشکیلات عمومی جهانی تندرستی تصدیق شده استفاده شوند. گرچنده ما برای تامین مردم به واکسینه همه کار را کرده ایستادیم، ولی ساکنان باید قاعده های بهداشتی را رعایت کنند، نقاب ها را به طور درست اندازند، باور حاصل کنند که نقاب بینی آنها را پوشانیده است، نه در زیر بینیشان واقع است. باید دستانشان را شویند، فاصله اجتماعی را رعایت نموده خود را از مسافه 2 متر از همدیگر دور گیرند. در مورد ترس و هراس از دریافت واکسینه سر و صداها می شود. نظر شما در این باره که از کجا پیدا می شوند همین گونه ترس و هراس ها میان مردم؟ My training is as a scientist, so I tend to believe من از عالم علم هستم و به دریافت‌های علمی باور دارم. ما در مورد واکسین زنی ساکنان در ایالات متحده نیز مشکل داریم. حالتایی می شود که امکانی مجبوری آدمان را می آموزیم. از راه مجبور کنی دشوار است، اما طوری که گفتم بهتر است واکسین را تا حد امکان شمار بیشتری آدمان گیرند. در مورد آماری شماری گرفتار شده ها از این بیماری و فوت گاه ناباوری ها صدا می‌دهد. آیا آماری بردروغ، پیشنهادی آماری بردروغ با پیشنهادی کمک های شما تاثیر می‌گذارد؟ داشتن آمار درست درباره مشکلات بزرگ همیشه خوب است. فکر می‌کنم که در یگان کشور دنیا آمار دقیق درباره شماری مبتلایان وجود داشته باشد.
بعضا در بیمارخانه‌ها یافتن رقمی دقیق دشوار است. این عجیب است. مثلا بیمارخانه‌های ایالات متحده آمریکا رقم‌ها را توسط فکس پیشنهاد می‌کنند و شما تصور کرده می‌توانید که اگر کسی هنگام وارد کردن آن به کامپیوتر در حسابات اشتباه کند به مشکلات روبرو خواهد شد. و پرابلم در چیست؟ کی من می‌فهمم که کووید 19 دارم؟ وقتی از بینیم آب می‌رود یا وقتی نتیجه سنجشم مثبت می‌براید. و اینها می‌تواند دو نفر باشند که هر یکی آنها سرایت یافتند. یکی تصمیم گرفته است از سنجش گذرد و دیگری از سنجش نمی‌گذرد. تنها شخصی که از سنجش گذشته است در آمار ثبت کرده می‌شود. همین طریق داشتن بهترین اطلاعات در مبارزه با این بیماری خیلی مهم است و احتمال داشتن معلومات دقیق امکان ناپذیر است. البته اگر ما معلومات مشخص و درست‌تر در دست داشته باشیم، این کار ما را آسان می‌کرد. طوری می‌دانیم یوساید در برابر بخش تیپ در دیگر سوهان‌ها نیز فعالیت می‌برد و یا در دوره پاندمی مثلا کار در این بخش مقابله با کووید 19 خدمت‌رسانی‌ها با دیگر بخش‌ها کار شما تاثیر نرساند در دیگر بخش‌هایی که مثلا دیگر سوهان‌ها در کار می‌بردید؟ البته کووید 19 به همه جبهه‌ها تأثیر خود را رساند. حتی برنامه‌های ما برای هوسمندکنی رشد اقتصادی در مبارزه با کم‌غذایی و کمک به کشاورزی همه چیز تغییر یافت. رئیس جمهوری آمریکا وعده تقدیم 5 میلیارد وایه واکسینه فایزر به کشورهای نادار را کرد. آیا تاجیکستان در این رویخط داخل می شود؟ خیلی شادم که حکومت ایالات متحده آمریکا همچون دانار کلانترین در مبارزه بر ضد کووید 19 خود را معرفی کرده است و در برابر این کوواکس 500 میلیون وایه واکسینه پفایزر داده شده است. بله، تاجیکستان نیز در رویخط دولت‌هایی که برای گرفتن این وایه‌ها ترتیب داده شده است داخل شده است، اما واکسینه پفایزر تجهیزات مخصوص نگهداری طلب می‌کند. ما این را تجهیزات انبار اولترا خنک می‌نامیم و در این جهت ما با یونیسف و دیگر شریکان کار کرده ایستادیم تا باوری حاصل کنیم که تاجیکستان این تجهیزات را نصب می‌کند و در صورت مهیا نمودن چنین شرایط و باوری حاصل نمودن واردات چنین واکسن‌ها شروع می‌شود. تشکر. یک چیز دیگه می‌خواستم بپرسم که گاهی شکایت‌ها می‌شود که مثلا نفرایی هستند که یک نوع واکسن را زدند گرفتند و در دوره دوم باید که از همان واکسن گیرند، اما نارسایی پیش آمده است. اگر واکسن مدرن مثلا در نسبت مدرن چنین مشکلی شود به تاجیکستان پیشنهاد می‌کنند؟ نمیدانم، گفتم نمیتوانم که آیا واکسین‌های بیشتر مستقیما از امریکا به تاجیکستان خواهند آمد یا نه. تلاش‌های ما واقعاً به افزایش استحصال واکسن در امریکا و هم در کشورهای دیگری جهان نگرانیده شده‌اند. من میدانم که شماره بیشتری واکسن‌ها در سراسر جهان دسترس خواهند شد و تاجیکستان بی‌شبهه از واکسن‌ها بهره خواهد برد. ما 1.5 میلیون وایه واکسن به تاجیکستان خیریه کردیم و معنای آن را دارد که 750,000 نفر کرده می شوند و مسئولین وزارت تندرستی خیلی عاقلانه رفتار کردند. آنها 750,000 وایه اول را به شهر و ناحیه ها فرستادند و سپس پس از 28 روز بین دو وایه آنها 750,000 وایه دوم را می فرستند. در خود امریکا اخیراً از پنجشنبه نمودی نوی دلتا نگرانی ها زیاد شد. میخواستم بپرسم که حکومت امریکا با این نمودی کرونا چگونه مبارزه می‌برد؟ از چه شیوه‌ها؟ این نمونه آن است که چطور ما درباره این ویروس که برای ما نسبتاً نو است معلومات بیشتر داشته باشیم. تقریباً 2 هفته پیش CDC مرکز نظارت بیماری‌ها توصیه داد که در همه جای‌هایی که انتقال ویروس زیاد است نقاب پوشند و تا به حال این واکسن‌ها ثمرناکی خود را بر ضد نوع دلتا ویروس نشان می‌دهند. این البته خبری خوش است. Against this Delta variant. So that's good news. بار دیگر با استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید. Thank you.